امیدوارم که حالتون خوب باشه. این اولین ویدیوییه که من دارم از خودم میگیرم که بذارم یوتیوب. البته یه ولاگ دیگه تو ایران براتون گرفته بودم اما هنوز ادیتش نکردم و براتون نذاشتم. ولی از موقعی که اومدم آلمان این اولین ویدیوییه که شرایط حالا یه جوری شدش که بتونم بیام جلوی دوربین و براتون ویدیو بگیرم. این ویدیو قراره یه ولاگ باشه که ما قراره 8 می بریم به یه فستیوال خیلی خفن که یه بیچ کلابه که یه دیجی خیلی خفن داره میاد تو فرانکفورت و ما تیکت گرفتیم که به اون فستیوال بریم و من از شین لباس سفارش دادم برای اون فستیوال و از صبح رسیده و هنوز بازش نکردم. گفتم که بیام جلو دوربین و با هم دیگه باز کنیم، مثلا هیجانش بیشتره که ببینیم چه استایلی میخوایم بزنیم و اینا. امروز 6 و من حالا امروز قراره که لباسمو براتون آنباکس بکنم و حالا روز خود 8 با هم دیگه میکاپ بکنیم و بریم فستیوال و ببینیم که چقدر خوش میگذره و چه خبره. این ویدیو رو تا من بخوام براتون بگیرم شاید بهتون بگم 10-15 بار بک عوض کردم چون من هنوز خونم آماده نشده و بک مورد نظری که دلم میخواست رو پیدا نکردم. به خاطر همینم تا الان ویدیو نمیگرفتم، ولی دیگه گفتم که دیگه بسته، بیخیال، انقدر یه ذره راحت بگیر این ویدیو رو بگیر که ببینیم که چطور در میاد. اینو گفتم که بهتون بگم که اگه بکم خوب نیست یا اینکه نورم و اینا یه ذره ضعیفه شما به بزرگی خودتون ببخشید. هم کم تجربه‌ام، همین که تجهیزاتم کامل نیست. خب بریم سراغ آنباکس کردن لباسا، ببینیم که چه لباسایی سفارش دادم خودم که خیلی هیجان دارم چون که باز نکردم، با هم دیگه باز کنیم. خب اینم از وسیله‌های من که رسیده. امیدوارم که همش باشه چون که اگه همش نیومده باشه فردا باید برم حضوری خرید کنم و نمیدونم حالا کجا باید چیزایی که میخوام رو پیدا کنم که بتونم با این استایل ستشون کنم. بریم باز کنیم، امیدوارم که همش باشه. خب بریم بازشون کنیم. باز شود، دیده شود. خب اولین چیزی که رسیده، شاید از این بتونید حدس بزنید که استایلم قراره چی باشه. خب بذارمش اینجا و تک تک در بیارم بهتون نشون بدم. این کمربندیه که سفارش دادم، استایل رو نمیگم چیه که حالا در انتهای ویدیو متوجه بشید که استایل چیه. ببینید. بریم سراغ بعدی. خب بعدیش اینه که ببینیم چیه. فعلا اکسسوری ها رو براتون آنباکس میکنم. چی بردارم؟ ببینیم که چیه این. انقدرم که صبر و حوصله ندارم و مثلا هی تون میخوام یه کاری رو انجام بدم. میخوام سریع اکسسوری نیست بچه. این بذارید اینو بذارم. این یه برایت آی پینسل، یه مدادیه که دیدید خیلی ترند شده اینجا جلوی چشم نقره‌ای میکنن. این اونه که سفارش دادم ببینم که چجوریه که من بتونم یه آنباکس درست کنم. امیدوارم که دید داشته باشم. چه پیگمنتی داره ببینید. امیدوارم که دید داشته باشه.
خیلی زیبا از برند شیگلن. خب بریم سراغ بعدی. خب لباسی که سفارش دادم ببینم که کدومشونه. وای چه خوشگله. بچه ها ببینید چقدر نازه. حالا نمیدونم که خوب دید داره اینجا یا نه. مدلش گردنیه، بعد دامنش اینجوری چینیه و کمرش هم بازه. من کلا عاشق لباسایم که کمرشون بازه، خیلی دوست دارم. شیکن به نظرم. اینم دامنش خیلی خوشگله، خیلی نازه. ببینید قشنگ، خیلی خوشگله. مبارکم باشه. بعدی لباس بعدی میشه آره اینو حدس میزدم که یه توناژ کرمی داشته باشه، ولی خب اوکی. چقدر تو خوشگلی از این سوراخ داراش. بچه درشت داراست. اینم همون مدله، ولی این مدل پارچه رو چون من خیلی دوست داشتم ازش 2 تا سفارش دادم. حالا یه دونه رو برمیگردونم، حالا هر کدومو که خواستم یه کدومش رو برمیگردونم اگر نخواستم. این یه ذره توناژ کرمی داره، من سفید میخواستم. حدسی میزدم که کرم باشه، ولی دامنش هم 2 تاییه. اون 3 تایی بود. دامنش هم اینجوریه. بذارید اینطوری ببینم که دید داره. ببینید اینم لباسه، اینم لباسش اینطوری دامن چینی. خیلی خوشگله. من عاشق این مدل پارچه اینطوری سوراخ دارم. حالت خامه دوزی طور داره. آیتم بعدی که دیگه الان اینجا متوجه میشید که استایل چه استایلیه. البته اونایی که زرنگن از اون کمربند اولش فهمیدن استایل چیه. دیدی کلاه لوک خوشم. بله بچه‌ها درست حد زدین. استایل کابوی هستش و واو چقدر خوشگله بچه‌ها. ببینید خیلی خوشگله. چقدر این کمربندش که اینجا کار شده خفنه. میگم کمربند، این دورش این چرمه. ببینید چقدر خوشگله. اوکی خدا من ندیدم که چه شکلی شدم باهاش. یه دونه این، یه دونه دیگه برای بنده خدایی سفارش دادم که بخوام ست کنم. البته هر کدوم خوشگل تر باشه و بهم بیاد خودم برمیدارم. این اینو من فکر کنم بردارم، چون که ببینید این اینجاهاش کار شده تره و رنگ قهوه‌ایش هم خوش رنگ تره. نشنوه اومده. خیلی خوشگله. بذارید دوتاشو با هم بهتون نشون بدم. ببینید امیدوارم که تو کادر باشم. یه دونه اینجوریه که این بغلای چرمش اینطوری کار شده خیلی. یکی هم این مدلیه. جفتش هم اون گاو شاخدار رو داره. اوکی اینو تست کنیم. خوشگله میاد. حالا ببینم که چجوری میشه. خب اینم از کلاها. آیتم بعدی من دیگه قاطی دارم چیز میکنم، یعنی باز میکنم. موژه است، موژه های سویتره که از شین سفارش دادم
بذارم برای خودم نرس بشم. اینم حتما یه ویدیو براتون میگیرم. میخوام کاشت هیدن کنم. ببینید حالا با هر کدوم که خواستین لینکشو براتون میذارم. خیلی خوشگله. ببینم جنسش هم توی پلاستیکی طور نیست، برق نمیزنم. خوشم اومد. ببینید اوکی. بریم بعدی عسل بلا خوشگل طلا. بچه من دیگه خودمونی شدم. تمام. چقدر نازه. از این دستبند اینطوری ها دستبند میگم برای بازو میبندم. خیلی خوشگله مگه نه؟ اوکی میدونم. خیلی زیباست. چه خریدایی کردم مثلا. خب بعدیش این کیف گاوی قشنگه. گاوی چقدر خوشگلی تو، چقدر تو خوشگلی اصلم، چقدر تو خوشگلی اصلم. بچه ها من به تک تک آیتم ها توجه کردم. حال میکنید یا چی؟ بذارید کلاه رو ببینم این کلاه رو بیشتر ست میشه نه؟ بابا دختر این دقیقا با این سته. چطورم؟ کیف گاوی داری که خیلی خوشگل، خیلی نازه. خیلی به این سیرکش توجه کردم، دوست داشتم طلایی باشه یا این رنگی که خیلی مچی باشه، اما متاسفانه پیدا نکردم. ولی خب خیلی خوشگله، خیلی عسله. ببینم توش چقدر جا داره، چجوریه. منم که همیشه با بند لباس اسیرم، یعنی حتی لباس عروسم هم همینقدر میافتاد. داخلش هم هیچی، همینقدر جا داره. اینجا هم که مارکش رو زده شین و همین. ببینید چین دامنه تو دید. خیلی خوشگله، خیلی خوش آمد. اوکی next one و تکمیل کننده استایل. بچه ها خراب نشده باشه، دوباره مجبور شم از اول بگیرم ویدیو رو. تکمیل کننده استایل و پوتین نازانم، خوشگلانم. دیدی سلیقه رو که نگو، خدا وکیلی سلیقه عالی. تعریف از خود نباشه. اینم پوتیناییه که گرفتم، بذار بیارم نزدیک. ببینید چه خوشگله. اینجاش همه کار شده است. اوکی اینم ببینم با این رنگ اصلا انگار برای هم درستشون کردن. به قرآن چجوری تونستم انقدر خوب تشخیص بدم. با کیسه ببینم چطوره. بی‌نظیره، عالی. خب ببخشید بعد چیزی نمونده. تموم شد. اینا چیه؟
اجازه بدید عزیزای دلم. یه موجه دیگه. چقدر خوشگلی تو، وای. بچه اینو ببینید، اینو ببینید، بازش کنم بیارم نزدیک. حالا حتما یه ویدیو برای گذاشتن اینم میگیرم. ببینید خوشگله، خیلی از کوتاه هست که اوکی عادیه و انتهاشون میشه اینطوری گوشه بلند. خیلی خوشگله. چه میکاپ کنم با این. امیدوارم یک کادر نرفته باشم بیرون. خب end of item میشه این. میشه این عزیز دلم که یک گردنبند همین کبویی هستش. کبویی بذارید از نزدیک ببینم. دید داره بهتون نشون بدم. میبینید همون نمادشه و اینطوری میمونه این وسط. و چون که لباسم اینطوری مدل 7، این خیلی خفن میشه. این گویش هم میاد اینطوری وسط سینه میمونه و خیلی خوشگله. به نظر من که خیلی خوشگله. بذارید بپوشمش. اینش هم قابل تنظیمه، مثلا میتونی بیاری بالاتر یا میتونی ببری پایین‌تر و اینم وسط میمونه. خوشگله نه؟ خیلی دوستش داشتم. یعنی وقتی اینو پیدا کردم ما خیلی حال کردم. خب بقیه از این جینگل مینگلام که چیزه انگشتره. انگشتر گرفتم که دیگه با اکسسوری بترکونم. ولی از انگشترش هم خوشم نیومد. انگار که اونجا خفن‌تر بود. حالا انگشترش هم مدلیه. اینطوری و اینطوری. بذارید انگشترش هم بپوشم بهتون نشون بدم. خوشم نیومد از انگشترش. چرا؟ انگشترش هم ببینید ایناست که خیلی ازش خوشم نیومد. بیشتر به خاطر این گرفته بودم چون که هم لباسم سفیده و اینا باهاش جور در میومد. خلاصه این که از انگشترش خوشم نیومد و من چون دستم خیلی کوچیکه اینا همشون در میاد. داره در میاد. خب دیگه چیزی نمونده. همه رو با هم دیگه آنباکس کردیم و دیدیم همونجوری که گفتم و خودتونم متوجه شدین. استایلی که برای روز فستیوال میخوام بزنم استایل کبوییه. اولین باری که میخوام این استایل رو بزنم. خیلی براش هیجان دارم چون مطمئنم که خیلی بهم میاد. و اینکه پس فردا که براتون دوباره ویدیو بگیرم و ادامه این ویدیو خواهد بود که با هم دیگه میکاپ کنم. و تا اون روز فعلا خداحافظ. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز روز فستیواله و همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم که با هم دیگه لباسا رو آنباکس کرده بودیم، قراره با هم دیگه میکاپ کنیم و بریم فستیوال. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم، میریم سراغ میکاپ. از میکاپ حتما آبرسان بزنید. یعنی خب خیلی بهتره دیگه. آبرسان که میزنید کرم پودر خیلی بهتر رو پوستتون میشینه. آبرسان میزنم. بالاخره من با کلی مشقت تونستم براتون یه مکانی رو فراهم بیارم که بتونم براتون میکاپ کنم، چون که هنوز میز آرایشم و اینا نیومده و نمیتونم اون میز آرایشم براتون میکاپ کنم. خب
اون سراغ کرم پودر. من کرم پودرم تقریبا 1 درجه پوست خودم تیره تره، چون خیلی کرم پودر روشن به من نمیاد و خودم هم دوست ندارم. به همین دلیل حالا تازه مثلا با برانزر و این چیزا هم تیره ترش میکنم. کرم پودر رو قشنگ فید میکنیم. دیگه خودتون استادین دیگه اینجوری نکشید که کرم پودر رو تکون بدین. کرم پودر رو سعی کنید که تپ تپ بزنید، اصلا هر چیزی رو، هر کرمی رو، حتی اگر که از برانزر مایع هم استفاده می کنید، یعنی پودری استفاده نمی کنید، سعی کنید که اونم چیز بزنید، اونم تپ تپ بزنید که هر کدوم از چیزایی که میخواید سر جای خودش فید بشه. حالا پودری فرق میکنه، اما اینو سعی کنید که هر چیزی که جنس مایع داره تپ تپ بزنید. فراموش کردم که اول میخواستم چشم آرایش کنم و نمیخواستم کرم بزنم. اشکال نداره، حالا خیلی تخصصی آرایش نمی کنم. اونا انشالله در یک ولاگ دیگه براتون کامل میگم. یعنی بهتره که وقتی که میخواید آرایش چشم خیلی سایه طوری بکنید، اول فقط پشت چشتون رو یه دونه بیس بزنید، یعنی کانسیلر، و بعدش شروع کنید به سایه زدن و بعد زیر پوستتون رو تمیز بکنید و بعدش چیز کنید، بعدش کرم پودر بزنید. البته من ابروهامو از قبل چیز زدم، ژل ابرو زدم، چون که با کرم پودر خیلی بد نمیشد این کارو کرد. خب بدترین جایی که میخوایی تو کرم پودر رو فید کنی وسط ابروه. انقدر باید دقت کنی که یه موقع تو ابرو نره. خیلی وقتا بعد حالا که با اینجا چیز کردم کامل همشو فید کردم، برای اینکه هم اضافهش رو بگیرم و یه کمی برقش رو بگیرم با این ورش، کامل دوباره میزنم روش. این باعث میشه که هرچی اضافی هستش رو پوستتون کرم پودر جذب بیوتی بلندرتون بشه و هر چقدر ببین حوصله بذارید در آرایشتون. آرایشتون خیلی خروجی بهتری داره و تمیزتره. خب حالا میریم سراغ کانسیلر. من میخوام حالت عادی میکاپ خودم رو انجام بدم. حالا یکم کم یا زیاد، خیلی نمیخوام تخصصیش کنم. پیش از اساتید محترم عذرخواهی میکنم. من به روش خودم دارم میکاپ میکنم. البته برای مثلا تولد و نمیدونم عروسی و حالا جایی که خودم بخوام خودم میکاپ کنم یکم اصولی تر همونه که بهتون گفتم دیگه قبل اینکه کرم پودر بزنم. البته من یادم رفت میخواستم کار بکنم واقعیتش، ولی یادم رفت که اول پشت چشم رو کار کنم، بعدم گفتم اشکال نداره. اوکی. البته کرم پودر بزنید اگر که پوستتون رو خشک بکنید، زیر چشتون رو خشک کنید، وقتی که پوست حالت چسبندگی نداشته باشه
خیلی نمیشینه روش و که بخواد مثلا پوستتون رو کثیف کنه. الان اگه من پوستم رو خشک نکنم و یهو برم سراغ پشت چشمم سایه و اینا، به خاطر اینکه هم کرم پودرم هم کانسیلرم خیسه، مسلما اضافه سایه‌ای که دارم پشت چشم کار میکنم میریزه روی صورتم، زیر چشمم و آرایشم یه کثافتی میشه. آره خلاصه کانسیلر رو من خیلی دوست دارم. واقعیتش شما اگه بخواید بگید توی آرایش مثلا 2 چیز رو خیلی دوست دارید، اون چیه؟ من اولیش کانسیلره، دومیش چیزه رژ گونه. خیلی دوست دارم اینا رو، خیلی. یعنی به نظرم تو هر چقدر که آرایش میکنی یعنی من که اینجوریم واقعا. حتی برای عروسیم هم که رفته بودم مثلا سالن که میکاپ بشم، اون آرایشگر آزاده جونه، حالا نمیدونم کسایی که این کلیپ هم میشناسن یا نه، خیلی کانسیلر روشن استفاده نمیکنه. بچه ببخشید من هی وسط صحبتام خیلی از استفاده میکنم دیگه. داشتم میگفتم از کانسیلر روشن خیلی استفاده نمیکنه و من بهش گفتم که خواهش میکنم که برای من کانسیلر روشن بزنید. هی میزد میگفت خوبه، یه ذره دیگه، یه ذره دیگه. کلاً بچه‌های اون سالن دیگه میدونستن که اصلا اگه میخواد، چون اصلا دیگه الان خیلی کانسیلر روشن نمیزنن، ولی من کلاً عادت کردم و قیافه خودم رو بدون کانسیلر و مخصوصا کانسیلر روشن اصلا دوست ندارم. حالا الان خیلی زدم به خاطر اینکه میدونی الان اینجا نورم هم خیلی اوکی نیست، به خاطر همین خیلی سعی کنید که دیگه آخرای بلندتون که هستش بالا رو نگاه کنید، زیر چشمتون اون خط و خطوط نیفته. حالا کاری که میکنید اینه که شما بلافاصله خشک میکنید. من از پودر بیک بیرنگ استفاده میکنم، یعنی سفید. میریزم تو درش و با یه قلموی توپل، یعنی فقط مخصوص این تمیز، میزنم اینجا و همینو اینطوری کوپه‌ای نمیمالم، چون کوپه‌ای بمالی زیر چشت انگار که گلی میشه. باید بتکونی و همینقدر کم، نکشونی. بهتون میگم اصلا، یعنی بهتون گفتم اصلا یه چیزی رو نکشونید، سعی کنید که سر جای خودش فیکس کنید. الان من داشتم صحبت میکردم، زیر چشم من توی این خطوط چشم کانسیلر رفت. برای اینکه کانسیلرم تمیز بشه، سوالی که همیشه بچه‌ها تو اینستاگرام از من میپرسن، چه حضوری چه تو مجازی، که چی زیر چشت چی میزنی؟ ببین هر چی که بزنید شما، هر چی که میخواید، یعنی من شده که بخوام با کرم پودر روشن‌ترم زیر چشم کانسیلر مثلا حالت سایه روشن ایجاد کنم، ولی چون که درست این کار رو انجام میدم خروجیش خوب در میاد. میبینید کلا بعضی ها مثلا میخوان خوش کنن اینجوری میکشن، نباید بکشید اصلا و ابدا. تیشرت مشکی هم بوشیدم الان همه سفید میشه. محمد رضا و این میگه پودر بیک. اوه اینم زیر چشم خط افتاده. اینا نکات ریزیه خب که خیلیتون بلد اینا، ولی من خیلی هارم مثلا میبینم طرف مثلا خط چشم کشیده، بعد پشت پلکش همه لایه کرم پودر مونده. عزیزم قبل اینکه اصلا وقتی که پشت چشمت رو چه کرم پودر اضافه صورتتو میزنی به پشت چشمت، چه کانسیلر میزنی،
باید پشت چشمت رو خشک بکنی. حالا میتونه با یک سایه نود باشه یا میتونه با یه سایه کاملا بیرنگ رنگ پوست باشه. من یعنی حتی اگر دوباره حرف زدم یعنی من حتی اگر میخوام چیز هم بکنم، فقط ریمل هم بزنم، باید پشت چشم رو خشک کنم. اصلا نمیشه که نکرد. میدونین چی میگم؟ کثیف میشه. شاید با خودتون بگین الان این چیه؟ عادتمه. نمیتونم هم ترکش کنم. چشم رو نمیکشم مثلا بعضی اصلا چشم میکشن، مثلا موقعی که میخوان خط چشم بگیرن چشم میکشن، خط چشم تیز در میاد یا ول میکنن اون خط چشم هلال شد. من فقط دستم رو میذارم، نمیدونم چرا. تمرکزم انگار. اوکی. اینم از این. زیر چشممو پاک نمی کنم. اینم میشه یه نکته ای که وقتی که اون کارو نکردی اول چشتو کار کنی بعد اونا این کارو میکنی. زیر چشم پاک نمی کنم. اگر پودری ریخت با همون پاک میکنم که زیر چشم اوکی باشه. حالا همینطوری که صورتم الان خیسه و کرم پودر دارم، میام صورتم رو کات میکنم با این. میبینید؟ یعنی خط کانتور رو خودم ایجاد میکنم با همین پودر فیک. اما اینا رو میتکونم چون که میخوام صورتم رو خوش کنم که یه موقع اگه سایه چیزی ریخت پایین تر هم کثیف نشه. بچه من چشم هم موقعی که عمل کردم انقدری حساس شده که خدا میدونه. خب اینم از این. میریم سراغ بچه تو رو خدا انگار نونپایی ببخشید به بزرگی خودتون عزیزای دلم. خب میزم به گند کشید. میریم سراغ پشت چشم که گفتم که باید خشکش کنیم. حالا من اون چیزی که آرت اسکین این پلتی که ازش استفاده میکنم، ببینید این دوتا رو چقدر استفاده کردم چون همیشه من پشت چشمم رو خشک میکنم. حالا دوباره بهتون گفتم الان ببینید پشت چشمم رو نمیدونم دید داره یا نه. لای پشت پلکم کرم پودر رفته و کانسیلری که پشت چشمم زدم. خیلی ها میان رو همین یه دونه خط چشم میکشن، همینم هی حرف میزنن اون پشت چشمشون اصلا یه حالیه. پشت چشمتون رو دوباره فید میکنید، اضافه هایی که پشت پلکتون گیر کرده رو خشک میکنید. فقط یه دونه فرت نه، خیلی واقعا با دقت میبینید چقدر هی روش میرم میام چه هیچ جایی باقی نمونه. دوباره پدمو برمیگردونم اون طرفی که گرم نداره رو سعی میکنم که اضافیشو بگیرم. اوکی. حالا با یه دونه براش این مدلی هر کدوم رنگی که دوست دارید، حالا من دوست دارم این نخودیه رو بزنم امروز.
اینا هم نمیکشم، تپ تپ میزنم اول. بعدم آروم کشت کل پشت میخواستم بگم کل پشت چشمم، گفتم کشت. کل پشت چشممو میزنم، یعنی هم پلکمو هم تا زیر ابروهام که کرم پودر زدم و کانسیلر زدم و کامل یک دست خشک میکنم. این شد این چشم و میریم سراغ چشم بعدی. یکم دیگه. اوکی. دستم بیاد تمرین کنم بیارم پایین ببینم، حالا فلج میشم، نمیتونم بایی. خب اینم از این. حالا کاری که میکنیم نمیدونم که میخوام چه آرایشی کنم. احتمالاً قهوه‌ای صورتی میکنم احتمالاً. خب پلت همه دخترها سایه‌ای دارن که این مدلیه، همشون. من یعنی واقعا به جرئت قسم میخورم. سایه این نود رولوشنه، خیلی سایه خوبیه، قیمتی هم نداره. شاید هم از این قهوه‌ای هم احتمالاً استفاده میکنم. حالا اول از قهوه‌ای محبوبم استفاده میکنم. یه روشی میخوام بهتون یاد بدم برای اینکه بخواید یه دونه کات اینجوری بندازید. خب یه سایه کاتی داشته باشید، یا میتونید با یه دونه قلمویی که سرش تخته و نازکه اول خط فرضیتون رو بندازید، بعد یه دونه حالت خط چشم بکشید، بعد با یه براش دیگه اون رو به سمت داخل فید کنید، گوشه به سمت بیرون، پایین به سمت داخل. خب یا اینکه خیلی راحت تر میتونید چیکار کنید، یه پمادی، کرم پودری که حالا اینطوری حالت تیوبی داره، میتونید اینجاش اینطوری خم بکنید، بذارید اینجا و زاویه‌ای که میخواید رو درست میکنید و سایه میزنید. خیلی راحت، خیلی هم خوشگل میشه. حالا میخواید چجوری من براتون امتحان کنم؟ این حالا بهتون گفتم داره یه بار دیگه براتون ویدیوشو میگیرم. فعلا میخوام یه همچین حالتی بزنم اینو. خط تمام. من چون که کشیده میخوام باشه انتهای ابرومو در نظر میگیرم. حالا ابرومو میخوام بکشم میاد اینجا، ادامهش رو در نظر میگیرم، با زیر چشمم و تو همون راستا میکشم. یعنی من زاویه اینجوری دوست ندارم، من زاویه اینجوری دوست دارم. پیش‌فرض من زیر چشممه. اوکی. گفتم اینو یه دونه خط چشم طور میکشید. اصلا مهم نیست که چجوری باشه چون که فید میکنید. اینم از این. اینجاشم خیلی درد میکنه، کاش قبلش چیز میریختم، قطره اشک چشمی. با یه براش اینجوری که مخصوص همین رنگ مشکی و قهوه‌ای و ایناست شروع میکنم به فید کردنش. نگاه کنید اینور به سمت داخل، خیلی آروم، چون که فید باید یعنی فیدش رو سمت بالا. حالا گوشه به سمت بیرون، میبینید؟ گوشه به سمت بیرون. اگه میبینید بالش نامنظم میشه میتونید دستتون حالت دورانی هم بکنید،
ببین میگم همه اینا یه چیز اصولی و چیزی نیست. من میکاپیه که خودم بلدمش، یعنی شاید من درآوردیه، نمیدونم. تهش هم داری پرتاب میکنم. خب این میشه حالا بیس اولش. این سراغ این. من دیگه حالا صحبت نمی کنم چون خیلی تمرکزیه. پایین به سمت داخل فید میکنید. من حالا یکم دیگه هم از سایه برمیدارم، یعنی به سمت داخل، گوشه به سمت بیرون. خب این میشه یه همچین چیزی که ما میریم از یه رنگ روشن‌تر استفاده میکنیم. روشن این پالتم یکم توش حالت نارنجی طور داره، این خیلی خوشگله. ولی این یکی پالتم یکم گرمتر رنگش. من اول از اون استفاده میکنم، بالاتر که اومدم از اون یکی رنگ استفاده میکنم. اینا رو همه رو تو هم دیگه فید میکنم. حالا خیلی راحت ترم اینجوریه که شما اول از رنگ روشن استفاده کنید. وقتی از رنگ روشن استفاده میکنی کنترل رنگ مشکی، رنگ یعنی تیره تر دستته که چجوری میخوای، مثلا چقدر میخوای چیز کنی. ولی خب من دیگه انقدر این میکاپ رو انجام دادم برام دیگه اوکی. یه خط ازش آوردم بالاتر، خیلی میکس این دوتا قشنگ میشه. حالا با یه براش اینجوری که اینا مخصوص فیده برمیدارم کلا این رنگا رو تو هم دیگه فید میکنم. مدل براش گرفتنم هم فرق میکنه. واسه لمس سر آروم آروم برم. حالا اینو ببینید چقدر نامنظمه. اینو ببینید وقتی که از این براش استفاده کردم چقدر قشنگ رنگا رو تو هم دیگه فید کرد. حالا اینو ببینید، اینو الان ببینید قبلشه بفترر افترر. خیلی هم نرم باید این کار رو انجام بدید، نه فشار بدید. ببینید چقدر تمیز شد. اوکی. حالا کار داره ها، خوشگله من. حالا من میام چی کار میکنم؟ میام دوباره از یه رنگ روشن‌تر استفاده میکنم. الان من از کدوم رنگا استفاده کردم؟ من اومدم اول از این رنگ استفاده کردم، بعد فیدش کردم، بعد اومدم از این رنگ استفاده کردم، شاید 1 میل اومدم بالای اون با این فید کردم. حالا میام از این رنگ استفاده میکنم. میبینی هارمونیاشون توی توناژه. اگر از این میخواستم استفاده کنم باید میرفتم توی این، یعنی باید از این استفاده میکنم که کم کم آرایش میره سمت آجوری و اینا. خب ولی اینا توناژا توی یک خانواده هستن، ولی اینا مثلا دیگه نه، رنگشون عوض میشه دیگه، میره توی رنگ روشنش میشه این و این، میشه این و این و این. ولی خب اینا با هم دیگه خیلی ترکیب خوشگلی میشن. حالا گفتم از این رنگ استفاده میکنم با این براشی که بلند میکنم توپالیه، از این استفاده میکنم. میام روی کریس چشمم، خط
استخون چشمم. اینجا میام یه حالت دورانی، ببینید فرقش رو با این ببینید. امیدوارم که دیده باشید. دوباره میام اینو از انتهای این سایه به سمت استخون چشمم میغلطونم. حالا این آرایش میتونه همینجا تموم بشه. میتونید خیلی رنگ‌های دیگه هم بهش اضافه کنید. خب مثلا من خودم دوست دارم همیشه بن موژم تیره تر باشه. میتونید رنگای مثلا میتونید الان این وسط میبینید خالیه این غنچه چشم، اونجا میتونید صورتی کار کنید. صورتی که کار میکنید چش خیلی گیراتر میشه و این صورتی هم خیلی بهش میاد. من از این صورت ترکیب این و این استفاده میکنم. این پالت هم بنده خدا دیگه انقدر ازش استفاده کردم. ببینید گذاشتم توی غنچه چشمم، تخم چشم. ببینید ترکیبش شد. به همینجا خط نمیشه. خیلی دیگه کار دارم. باید رنگایی که استفاده میکنید با هم دیگه همخونی داشته باشه. نمیخوام صورتی خیلی غالب باشه، به خاطر همین تو رنگای دیگه فیدش میکنم. ببینید ولی زیر چشممو ببخشید که سایه ریخته، میبینید این پودر رو گفتم و میریزه الان روی اون اوکی میشه. خلاصه این شد. الان یه توناژ صورتی گرفت. دوباره با همین براشی که اینطوریه سرش تخته، دوباره همون قهوه‌ایه که اول برداشته بودم میام رو بن موژه تیره میکنم، ولی این دفعه دیگه فیدش نمیکنم. این دفعه دیگه فید نمیکنم، یه حالت خط چشم بهش میدم. خب شاید هم فید کنم. ببینید که چی کار میکنم. به حرفام خیلی اعتماد نکنید، به عملم ولی اعتماد کنید. این میدونی تیرگی ها رو کم کم باید نزدیک این برم بیارم. خب اوکی. یه کوچولو اینجا رو خیلی کم، یعنی اونجوری که فیدش کرده بودیم نه، فقط میخوام مرزش رو ببرم. فیدش نکردم، فقط میخوام خط مرزش پاک شه. میبینید؟ حالا یکی رو ببینید، این الان مرزش کامل معلومه، این یکی نیست. خب بچه من هر موقع میخوام آرایش کنم یکی از چشام همیشه انگار سایه کمتر میگیره. دلیلش چیه؟ میتونید باز برای اینکه یکم بن موجتون داری سیاه تر بشه سایه مشکی. حالا یکی بیاد روی از این تیره تر،
اینجا همینطوری میبندم تا بالا نمیارم که خط بندازه، فقط همین اینجای چشممو فقط یه حالت مثلث. اوکی. حالا میریم دوباره سراغ جلوی چشم. من دوباره این جلوی چشممو سایه میزنم اینجوری که اگه که کثیف شده تمیز شه، چون من سایه تیره تا جلوی چشم هم نمیاد. حالا اگر خیلی آدم شاین بازی هستید مثل من، میتونید انواع اقسام شاینا رو استفاده کنید. البته انواع و اقسام چه شاینایی؟ اگر که گفتم سایه‌تون به سمت آجوری میرفت، میتونستید رنگ‌های طلایی استفاده کنید. خب الان که سایه من حالت صورتی و قهوه‌ای و اینا داره، من میتونم هم از این شاین هم از این شاین، نگاه کنید این شاین قهوه‌ایه، این شاین صورتیه. خب که معمولا من برای زیر چشمم همیشه از این شاین صورتی استفاده میکنم، خیلی چشم خوشگل میکنه. کلا زیر چشم که وقتی که سایه صورتی میزنی خیلی حالت چشم خوشگل. حالا یه چیزی داریم ما بین این دوتا که این هستش و من عاشقشم. ببینید یه حالت هفت رنگ داره که توش قهوه‌ای مشکی و یه شاینای اینطوری صورتی طور داره. حالا من از این استفاده میکنم و برای زدن شاینم شاینای این مدلی، شاینای اکریل درشت که باید چسب بگیرید، در این چسبای نیکس میگیرن میزنن و بعد اونو میزنم. من واقعیتش تا حالا امتحان نکردم، خیلی دلم میخواد که بگیرم امتحان بکنم، ولی برای این شاینای اینطوری سایه‌ای دست بهترین پیگمنت رو میده. میزنم دوباره رو همون تخم چشم. نباید وسط بذارید، باید کجا بذارید؟ نکن چشتو که باز میکنی اگر این مثلث رو در نظر بگیری، وسطش رو میشه 1/3 مثلث و وسط و تخم چشتون. امیدوارم که متوجه شده باشید. یعنی اگه مستقیم بذاری این وسط، گوشه چشت بلا تکلیف میمونه. خیلی هم جلو نباید ببری، خیلی عقب هم نباید ببری. شاین باید مرکز چشم باشه. نگاه. ببین اینجوری چقدر خوشگله. اوکی. تخم چشم و 1/3 که بهتون. اوکی، اینم از این سمت همینجوری نباید رهاش کنید. باید دوباره با عزیز دلم توپلو مرتب میکنید، چون خلاصه با دست دیگه باید مرتب شه. بیاین یکم براشمون سایه کم رنگ طوریه رو برمیداریم. این سایه که گفته بودم 1 میل اومده بودم بالای سایه اولیه، یکم چون امکان داره یه مرزی انداخته باشه، اون مرزه رو یه ذره بپوشون برای اینکه تمیزتر بشه چیزتون. حالا وقت اینه که زیر چشم رو بتکونید. میبینید چقدر سایه ریخته؟ حتی این ورای لپم هم ریخته، نمیدونم دید داره یا نه. میایم چیکار میکنیم؟ خیلی نرم، اصلا فشار نمیدی که یه موقع اون سایه ها بخواد بچسبه. یعنی اصلا نمیدونم حالا اینجا دید داره یا نه. بعد دیگه این الان اینو دیگه نمیمالید به هیچ جاتون. میاید چیز میکنید، تمیزش میکنید. ببینید زیر چشمم اصلا کثیف نشد. این ورم همینطور خیلی رو هوا میتکونی از این. حالا
میریم سراغ ریمل میزنیم. ریمل در حدی که موجه ها تیره بشه کافیه، چون که میخوام موجه بذارم. باز مالیدم به پشت پلکم پایین. اصلا یعنی این ریمل زدن برای من دردسره. میذارم خوش بشه. همینطوری با ریمل هم خوشگل شد، ولی با موجه اصلا چشم پیدا میشه لامصب. اوکی، فکر میکنم که پشت صحنه یه سری صداها بیاد. محمد رضا داره نهار حاضر میکنه. الان ساعت 2:30 و ساعت 5 ما باید اونجا باشیم و دیگه چون فکر میکنم یه 40 دقیقه اینا راه داریم و اینکه تقریبا من 1 ساعت دیگه باید خونه برم بیرون. فکر نکنم. وای خندیدم. ریملم الان میریزه. گفتم ریمل پر نمیاد. منتظر همین بودم. اصلا من مطمئن بودم که این اتفاق میافته. دست بهش نمیزنید، یعنی دست زنید رسوا میشید. من یه عزیز دلو بردارم دست و بالم پاک کنم. زشته جلو بقیه مردم چی میگن؟ دختر شلخته است. من یکم دیگه پودر بیک زدم زیر چشمو برای اینکه این خط زیر چیزمو، زیر سایمو چیز کنم، قشنگ معلوم کنم. برای اینکه میخواستم سفیدترم باشه، بی تاثیر نیست. دروغ گفتم، میخواستم سفیدتر شه. اوکی، گوشای بینی خط خنده یادتون نره. اوکی، اینم از این. برای این اتفاقی که میفته، ریمل مثلا میگیره به چیزتون، نمیدونم حالا خوش شده یا نه، بهترین روش چیه؟ این دوست عزیز، براش ابرو. من تکنیک باشه لامصب. خب میریم سراغ خوشگله من. توجه کنید، ابروامو گذاشتم مثلا در بیاد، بعد برداشتم انقدر که زیر ابروام بلا تکلیف بود، برداشتم علاش کم پشتش کردم. نمیدونم خوب شده یا نه، نمیدونم. یکم مثلا طوری میکاپو خیلی چیز نشون نمیده دیگه. آنکاد نمیدونم. بچه ها زیر چشمتونم بزنید و برید سراغ زندگیتون. زیر چشمتون رو اول گوششو، این گوششو یکم با قهوه تیره، یکم ببینید زیاد این ور نمیارم، یکم با قهوه تیره میکشید. اوکی، حالا اون شاینی که بهتون گفتم شاین صورتی، من بر میدارم ازش. از این وسط شروع میکنم بزنم. نمیدونم چقدر معلومه، ولی برم که معلوم بشه.
شاید الان پا شدم براتون یه زوم 4 گرفتم که زیبایی کارو ببینید خانوما. الان نمیدونم دید دارم یا نه. این سایه‌مه که زدم و اینم زیر چشمم اون سایه صورتیه که گفتم شاین صورتی خیلی خوشگل میکنه. حالا میتونه سایه مات صورتی باشه اگه دوست ندارید شاین، میتونه شاین صورتی باشه اینطوری مثل من خیلی دوست دارم، چشم یه حال خوشگلی میکنه. میریم برای ادامه میکاپ که قسمت خوشگل من، برانزر. من از این دوتا رنگ استفاده میکنم و یه دونه براش برانزر دیگه توی حالت کاتدار. من از این و این خیلی استفاده میکنم با هم دیگه ترکیبی. میام نگاه کنیم اینجا، چون که پوستم خشکه و چون کانتورم خشکه میتونم بکشم، ایرادی نداره. ولی اگر از کانتور چرب استفاده میکنید که البته تو هم مرحله 1 باید باشه، 1 و 2، که کرم پودر میزنید، کانسیلر میزنید که کانتور چربتون رو میزنید از این استیکی ها رو، بعد سر جای خودش تپ 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 بلند میکنید. اصلا نباید بکشید، چون میکشید لایه زیری کرم پودر هم دارید میکشید، اصلا یه حال خیلی بدی میشه. ولی چون که من پوستمو خوش کردم و دیگه الان اوکی و سایم پودریه، نباید فشار بدم چون بازم خط میندازه و خیلی نرم کانتور میکنم. اوکی ببینید. حالا میرم سراغ این بر. دوباره دستم باید بذارم چون که نذارم فلجم. واقعا یعنی چی؟ بعد سعی کنید وقتی که این اشتباه رو من خودم کردم اومدم بهتون بگم، وقتی که پودر رو بر میدارید میخواید شروع کنید به زدن، از اینجا نزنید، از اینجا بزنید، چون از اینجا میزنید بیشتر این پودر یعنی چیزتون کانتورتون یهو میاد اینجا و اصلا انگار که صورتتون کثیفه. حالا من یه اشتباه کردم ولی بعدش درستش میکنم. حالا میرسیم به خط فک. وقتی من اینو میخوام بزنم نصفش پایینه نصفش بالاه، میبینید؟ یعنی دارم همزمان هم اینجا رو کانتور میکنم هم این زیر خط فکم رو کانتور میکنم. شما اگه براتون ساختم توید هم اینطوری زیرش رو بزنید. کانتورم زیاد نباید بکنید چون تو عکس‌ها خوشگل نمیشه. من پیشونیم کوتاه، زیاد نباید پایین بیارم ولی خب اینجا میزنه توی تیره میکنم. البته من شکستگی دارم، نباید این کار بکنم. نامه هر نقصی که توی صورتتون دارید، هر علامتی دارید، هر اسکاری دارید، هر ردی، حالا هر چیزی که توی صورتتون دارید باید سعی کنید که اون یه تیکه رو زیاد دستکاری نکنید. یعنی چون که بولد میشه دیگه. تو فکر کن مثلا هر چیزی رو مثلا که دماغ طرف انقدر تو بخوای کانتور بکنی انقدری، بعضی اصلا میگم مثلا دوست داریم کانتور کنیم، با کانتور بینیمون قلمی به نظر برسه. اصلا همچین داستانی نیست، به خاطر اینکه تو هر عیبی رو اگر بخوای بولدش بکنی عیب بیشتر میزنه بیرون. الان اینو نباید من زیاد روی جای بخیام بیام، از بغل میام. کاری که گفتم، از این سفید برمیدارم یه خط. من این مرز رو دوست دارم، خیلی رو دوست ندارم. میتونید نکنید، میتونید انجام بدید. حالا با همین اینطوری میزنم روی کانتورم
که رنگش طبیعی تر به نظر برسه، جریان اگه عیب داره بپوشونه. فراموش کردم اینجا ریمل پاک کردم، کرم نزدم. یه نقطه گرم کردم، نقطه نمیخوادم که بهش گرفتم. خوش کنم همون یه نقطه رو. اوکی، این از این. حالا بینیمو میخوام یه ذره کانتور بکنم. با همین کانتور میزنم رنگی که میخوام، اینطوری لاغرش میکنم و کانتور میکنم. اگر که این کار رو امتحان نکردین، حالا همین اول امتحان نکن، چون امکان داره گلوفچه یا بیاد رو صورتتون. من دیگه با همین انقدر که زدم عادت کردم. شما میتونید با اون براش توپاله بود که برای فید استفاده میکردین و از اون استفاده کنید. براش رو اینطوری میزنم که هم یکم طبیعی تر بشه. خیلی طبیعی شده بود. وقتی خود درگیری داری به خدا همه اینا رو میذارم، به والله که میذارم همه رو، ولی خیلی طولانی شد، نباید انقدر طولانی بشه. خیلی شلم و موقعی که میخوام میکاپ کنم یادم میره حرف بزنم و سکوت میکنم و شاید این حوصله شما رو سر ببره، چون که تجربه ندارم، نمیدونم چجوریه. خودم خیلی نگاه میکنم این کلیپ مینی پارا، بعد یه ذره ببینم که چجوری بهتره. میریم سراغ رژگونه شیگلم نازنینم. از این دوتا رنگش من استفاده میکنم. از این بالا میام پایین. از سلو ببینید فقط. خیلی الان ترند شده که این گوشه انتهایی رو اینطوری صورتی کنید و ببرید بالای ابرو، یعنی تقریبا دوم ابرو رو میبرن تو صورتی. اکثرا توی تیک تاک و این داستان ها هست. میکاپ عروسی من اینطوری بود. چون که میکاپ آرتیستم خیلی به شدت آپدیت و برز بود. واقعا عاشق میکاپ آرتیستم بودم، عاشق میکاپم بودم و 10 بار دیگه هم پیشش میرم و 10 بار دیگه هم پیشش رفتم. سالگرد ازدواجم داره میاد و قرار بودش که برای سالگرد ازدواجم میکاپم کنه برای مکاسی، اما دست روزگار من و میکاپ آرتیستم رو از هم دیگه جدا کرد. اوکی، اشکال نداره. انشالله تو فضایی بهتر همه جاتون رو اینطوری صورتی کنید دیگه. لوگولی. حالا دیگه خودم قرمز میکنم که دیگه حالم به هم بخورم. الان میبینید من اینجا رو چقدر بولد کردم، این خطم میفته بیرون. زن نکات چیز میدی آرایشی خودت رعایت نمیکنی، خجالت هم خوب چیزه. من چه صدام خشدار شد بچه. من هر موقع که صدام اینطوری خشدار میشه یعنی که خوابم میاد و این چیزم درسته که خوابم میاد. بگید چرا؟ به خاطر اینکه ما دیشب که داشتیم میومدیم خونه دیدیم که پایین ساختمون یه دونه برگه زدن که قراره تعمیرات آب و اینا انجام بدیم. از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر احتمال داره
که آبتون قطع بشه. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. من موقعی که میخوام امیاجا حتما باید همون روز برم همون، یعنی شبش نمیتونم برم، مثلا یه جوریمه، یعنی تایمی که میخوام حاضر شم میکاپ کنم و این داستانا مثلا باید قبلش هم رفته باشم همون. آقا من ساعت 4 صبح خوابیدم و ساعت 7:10 زنگ گذاشتم. بعد سیستمم هم اینجوریه که معمولا وقتی که زنگ میذارم اصلا اتومات 1 ساعت زودتر بیدار میشم. از ساعت 6:15 من بیدار شدم، مبادا که بخوام خواب بمونم که نتونم همون برم. آقا بیدار شدم، هی گفتم بابا الان زوده، اصلا ساعت 7 نشده و فلان، هی این ور اون ور اینا. خلاصه نتونستم بخوابم. پا شدم همون رفتم همون، اومدم یه ذره کارهای خونه رو انجام دادم. آقا من یه سره تا همین الان که داریم آشپزخونه محمد رضا داره کار میکنه ما آب داریم، یعنی اصلا آب قطع نشد. احتمال داده بودن که آب قطع بشه و ما هم بچه ایرون گفتیم که دیگه اینطوری نوشتن دیگه 100% آب قطعه. هیچی دیگه، این شدش که آب قطع نشد و منم بیخوابی کشیدم. همش اینجوری هر موقع کجا برم بیخوابی دارم. میریم سراغ موژه. من این موژه 1 سره ها رو میبرم و این موژه خیلی موژه خفنیه، کشف خودم بوده. ایران خریدم، لایجان خریدم، یه فروشگاهی که ازش خرید میکردم و خیلی خوشگله. تاراش خیلی نامنظم و طبیعیه، اصلا براق نیست و یه حال خوشگلی به چشم میده. اینو ببینید، امیدوارم که دید داشته باشم. اوکی، حالا ما میریم برای چسبوندن عزیز دل. 1 بار مصرف هم نیست، 120 بار ازش استفاده کردم، خیلی هم حقه. کنسرت شادمهر استفاده کردم 2 بار. بی بالا دیگه، برای من ادا اصول در نیار عزیزم. میدونی که من خیلی دارای اعصاب نیستم. اصلا همین موجه رو نمیتونم بذارم. بعضی اوقات مثلا دارم میگن تو رو خدا آموزش، میگم بابا 1 سره است، میگه تو رو خدا آموزششو بذار. چسبم هم که سانکوی عزیزم، نمیدونم اینجا دارن اینا یا نه، از ایران همه اینا رو آوردم. واقعا چسب خیلی حقیه، چسب سفیده و گند نمیزنه به آرایشتون. آقا بگید چی شد؟ من در حال چسب زدن موجه بودم، یهو دیدم صدای موبایلم اومد، رفتم نگاه کردم دیدم 512 گیگ گوشی که تازه 1 ماه گرفتم پر شده. زیبا نیست؟ چرا؟ خیلی زیباست. امیدوارم موجه بچسبه. فقط این دومین دوره که الان دارم روش چسب میزنم، چون چسب قبلیش خوش شد. متاسفانه اومدم تعریف کردم از خودم، با موجه که کاری ندارم. امیدوارم که 11 شب حافظه گوشیم پر شد و مجبور شدم پاشم برم چند تا چیز دیلیت کنم و اوکی. هیچی نیست، نه که جلو دور بینم این اتفاقا پیش میاد. سلام تا میبندم و من یه ذره از انتهای چشمم بیرون تر میذارم که چشم کشیده تر جا. خدایا خداونده چه بازیه تا داری در میاری. ای بابا، چسب موجه رو میزنید یکم صبر کنید که چسب خودش رو بگیره که دیگه حرکت نکنه، فیکس بمونه. که دست فیکس میکنم خیلی راحت تره برام. یکم هم از بیرون تر موجه میزنم که چشم کشیده بشه. طوری اگه میتونید از خود موجه بچسبونید، چشاتون اینطوری خیلی بولت میشه، باز میشه. از انتهاترش هم بچسبونید که چشتون کشیده میشه.
میشه موجه انتهایی. حالا جلوشو بعد بهتون میگم که چی کار کنید. اونم همینطور کلا شاید بهتون بگم 2 میل دورتر میچسبونم. من هیچ وقت دیگه جلوشو دیگه کار نمیکردم، یعنی همینطوری که یه ذره گوشش اینجوریه و جلوش با ریمل اوکی بودم، ولی الان میخوام یه دونه یا 2 تا از این فیشرها گرفتم، یه دونه یا 2 تا از این فیشرها بذارم، ولی سایز کوچیکشو میزنم برای این چشمم. دیگه عجله کنم چون خیلی دیر شد. سعی کنید قشنگ از انتهاش بزنید که معلوم نشه 2 تا موجه تو هم دیگه فید بشه. این میشه این چشم. بعد موجه که میذارید اینطوری تابش بدید با دست. ببینید اینطوری تاب بدید به سمت بالا، بذارید قشنگ هیچ بخوره. بعضی اصلا موجه میذارن یهو چشم موجه ها اینجوری میشه. موجه هاتونه که اینطوری تاب دیگه بعد اینکه دیگه میچسبه اوکی دیگه اینطوری برشون گردونید به سمت بالا، بذارید قشنگ پیچ بخوره. اوکی، اینم از این. عرضم به خدمتتون که میریم سراغ خط لب. من از این خط لبم استفاده میکنم. بچه ها من خط لبمو زدم، خط لب قهوه‌ای، وسطشم چیز زدم، تینت لب زدم. خیلی دیرم شده و گوشیمم هی حافظش پر شده. الان استرس اینو دارم که اونجا نتونم ویدیو بگیرم، باید یه عالمه ویدیو پاک کنم. میریم سراغ لیپ گلاس. لیپ گلاس من کیکوه و تکمیل کننده دیگه. خیلی هم خوشگله، اصلا شایناش یه حالتیه انگار که به لب حجم میده. و تمام. این شد نهایی میکاپ من. خودم که خیلی دوستش دارم، امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. ادامه ویدیو دیگه من استایلم رو زدم و ما رفتیم فستیوال. با من همراه باشید. فعلا رسیدیم. کلمم داخلش چه شکلیه؟ این داخلش هم بهتون نشون میدم. اینم خودمم و اینم آقا محمد رضا. هوا خیلی خوب شده، یعنی آفتابه، یعنی همین چیزم که من پوشیدم، بارونی هم که من پوشیدم خیلی گرمه. واقعا هوا یاری کرد و خیلی عالیه. حالا بریم داخل براتون اونجا هم ویدیو میگیرم. ما دستبندامونم بستیم. اینم اینجا. حالا بذارید اول اون رو بهتون نشون بدم. این ورشه. ببینید چقدر خوشگل و بامزه است. بیچ کلابه. خب بریم حالا اون سمت رو بهتون نشون بدیم. Bench. Jawohl. Bitte.